این کار خوبی است که در ازبکستان و در تاجیکستان همچون روز به عنوان روز دوستی خلق‌ها وجود دارد و چون که این کشورهایی هستند که اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف در این کشورها زندگی میکنند و دوستی اینها زمینه پیشرفت و ثبات در مملکت‌ها میشود. چیزی که مهم است فکر میکنم در این عصر فناوری‌های جدید، تکنولوژی‌های جدید این است که محدودیت‌ها برای افراد باید کنار گذاشته شوند. ما در یک عصر زندگی میکنیم که این فناوری‌های جدید بسیاری مرزها را چی زبانی و چی سیاسی و چی قومی و اینا را میشکند و شما خواهید نخواهید آدم‌ها با واسطه این فناوری‌های جدید که میتونن از یک زبان به زبان دیگر همون لحظه همه چیز ترجمه کنن، مردم استفاده میکنن و با هم دوست میشوند. همکاری‌ها صورت بگیرد از طرف دولت‌هایی که در این منطقه هستند تا که دوستی این مردمان مستحکم‌تر شود، استوارتر شود، چرا که استوار شدن دوستی باعث استوار شدن اقتصاد این منطقه هم می شود و باعث بالا رفتن سطح نیک و احوالی مردم هم نیز می شود. مردم های این منطقه باید همون بیت استاد رسولزاده را شعار بکنند برای همگیرایی خود، چون که استاد رسولزاده میگوید دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما.